ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори панҷумро аз рӯи ин раман бишнавед. рови Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми чорум. مرحمت. نظامی‌الدین که هنوز خودش درست خبر نداشت و نمی‌دانست که انور پاشا در کجاست و با کدام راه به بخارا می آید و چطور کار سر می کند، در اینجا لازم دانست که از دروغ بافی مینه‌اش درست‌تر استفاده برد. در عرفیت می گویند که تا بچه نگیرید مادر شیر نمی دهد. دولت‌های بزرگ خارجی هم همان دم به ما یاری عملی می رسانند که ما به گرفتن آن تیار باشیم. انور پاشا آمده با یاری ما البته به مردم مراجعت می کند، آنها را به پا می خیزاند و به غزا تیار می کند. آنگاه توپ و توپخانه، پولیمیات و ملتق‌های 11 تیره آمدن می گیرد. آنگاه لشکری جرار و ناترس افغان، ترک و انگلیس از سرحد گذشته به اختیار سرلشکری بزرگی انور پاشا می رسند و هنگامه کلان سر شده می رود. این را به شما کی گفت؟ باز پرسید عبدالرحمن خان. سردارهایمان گفتند. از برلین خبر آمدگی. خیر، چه خوب، گفت عبدالرحمن خان که مردی به کار خود پخته و عملی بود. اگر این وعده و وعیدها راست باشند کار ما آسانتر می شود. لیکن انقلاب بخارا و بدبختی های بسیاری که در نتیجه آن به سر من آمد مرا به همه و هر چیز ناباور کرده ماند. حالا من همین طور عقیده دارم. به امید خدا نشو بطه دار. قوه نقدی به نظر نمایان همین خودمان هستیم. باز انا میلیسیه های شما که سردارشان اکثریت ضابطان ترک می باشند. اینچنین یک دسته جوانها و خیرخواهان ما. انا همین قوه، انا همین آدم. حالا ما فقط به همین تکیه کرده با همین مردم کار برده می توانیم. اگر رفت و نصیحه های شما گفتگی شده مانند، نورن علی نور. نظامی‌الدین که درباره عبدالرحمن خان تمام دیگر خیل فکر می کرد، پس از این سخنی او در رو بروی خود یک مرد عاقل، جسور و توانا را دید. وی عبدالرحمن خان را با اسد مقسوم مقایسه کرد. اسد مقسوم هم جسور، بیباک و غیور بود، لیکن چندان عاقل نبود، چندان دوربین و با اندیشه نبود. در وی فقط یک حس جاه و عملخواهی، غرور و سرکشی افزونی می کرد. اما عبدالرحمن خان این طور نی. وی با اندیشه و عاقل است. وی به هر کس باور کردن نمی گیرد. وی به قوه و توانایی خود اعتقاد دارد. پس نظامی‌الدین را لازم است که با این مرد دانسته رفتار کند و خود او را به کار اندازد. این سخن شما عاقلانه است، گفت نظامی‌الدین. حاضر وظیفه ما آمدن انور پاشا را منتظر شده ایستادن نبوده، برعکس به آمدن وی زمینه تیار کردن است. صاحب خانه غلام جان مقسوم که تا به این دم
به مهمانها لجام سخن را داده از روی آداب خاموش می نشست، یک سلفه کرده ماند و گفت: مراد از صحبت امروزه هم همین است که با مصلحت به چاره‌های عملی گذریم. در دوره امیر جدیدها دیگر خیل رفتار می کردند، لیکن ما باید دیگر خیل رفتار کنیم. هر روز جمع شده مشورت و مصلحت کرده باز خانه به خانه نرویم. خودی همین روز هر کدام باید وظیفه‌ای گرفته از همین جا برآمده به اجرای آن بکوشیم. مجلس آینده ما پس از 3 روز بیگاهی چهارشنبه می شود. البته گفت عبدالرحمن خان که خود را در این مجلس سردار می دانست و لجام سخن را باز به دست گرفت. ما حالا فقط یک خبری نو شنیدیم. گمان می کنم که جناب نظام الدین به ما باز خبرهای دیگر را می گویند. اول همه گپها را شنویم، بعد به همان نگاه کرده کار عملی خود را درست می کنیم. چی گفتید جناب ناظر افندی؟ درست است گفت نظام الدین. خبر دیگری که من گفتن می خواستم آید به انجمن یکم فرقه اشتراکیون بخارا می باشد. شاید احباب در این باره شنیدگیستند، ولی از گفتگوهای داخلی آن انجمن درست خبر ندارند. لیکن دانستن آن شرط است، خصوصاً به هیئت گروه ما. انجمن در آخر ماه فوریه همین سال شده بود. در انجمن کمونیست ها و یاش بخاری ها، جوان بخاری ها به 3 گروه معین جدا شدند: گروه چپ ها، گروه راست ها و گروه میانه. این از اول معلوم بود، گفتماند غلام جان مخصوم. عجابتش در این که گفت نظام الدین آقچورین بر این آدم به گروه چپ ها داخل بوده است و یکی از زورترین طرفداری نجیب حسینف بوده است. نجیب حسینف کی؟ پرسید عبدالرحمن خان. نجیب حسینف کاتب مسئول کمیته مرکزی فرقه اشتراکیون بخارا بود. بعد او را بیکار کردند و او قهر کرده به مسکو رفت. در قریبی از مسکو استاده به همفکرانش آقچورین، قلیچزاده، شیخ حسن علیف و دیگران مکتوب نوشته فرموده است که آنها کمیته مرکزی مخفی خودشان را سازند و بر ضد حکومت بخارا جنگ سر کنند. خودی همین نشان می دهد که گروه چپ هم اساساً با گروه راست، یعنی با گروه ما هم فکر است، لیکن آنها خودشان را سرخ نشان داده کارشان را مخفی گرفته می برند. در انجمن فرقه قلیچزاده از نام جوانها برآمده قریب بود سری همه را زده کفاند و حتی خود کویبشف را تنقید کرد که او طرفداری فیض الله خواجه‌اف را می کند. چی؟ کویبشف طرفداری فیض الله است مگر؟ پرسید عبدالرحمن خان. طرفدار؟ در همه جا سخت طرفداری می کند. مسکو هم فیض الله را دوست می دارد و بنابران است که حکومت در دست گروه فیض الله. این گروه چپ ها گویا با ما مبارزه برده ایستاده تک تکی مقصد ما را به عمل می آرد. لیکن آقچورین برای سفید کردن خودش، برای سرخ نشان دادن خودش در انجمن برآمده کمیته مرکزی را و خصوصاً راست ها را تنقید کرد که آنها از تاشکند منور قاری را سرداری ملتچیان ازبیک را جیغ زده آوردند. نخواد، گفت غلام جان مخصوم مستریبانه. سرداری ملتچیان گفت می؟ ها، سرداری ملتچیان تاشکند گفت. دیگرها چی گفتند؟ از بس که جنجال اساسی به بالای چپ ها بود، مسئله منور قاری را بسیار پرسپاس نکردند. اما این دلیل آن نیست که چیکه از منور قاری فارغ باشد. از یک دهن که برآمد به 100 دهن می افتد.
خود منور قاری این را می داند؟ پرسید عبدالرحمن خان. البته می داند و بنابر آن هم به من تعیین کرد که به شما رسانم. زودتر کار سر کردن لازم. بله، زودتر کار سر کردن لازم، گفت سخن نظام الدین را تصدیق کرده عبدالرحمن خان. و فکر من کاری ما از همین سر می شود که سردارهای حکومت را از میان می برداریم. این کار برای جناب امیر عالم خان و حکومتهای خارجه یک اشاره خوبی می شود، گفتمان محمد ولی. نظام الدین لپی کرده به غلام جان نگاه کرد. غلام جان به وی چشمک زده آسوده باشید گفت. بله، نظام الدین نام امیر عالم خان را شنیدن نمیخواست. غلام جان هم با وی هم فکر بود. آنها جان خود را به کف گرفته با بلشویک ها کشمکش می کنند، نه برای برگشته آوردن جناب عالی، بلکه برای به دست خود گرفتن حکومت بخارا، برای ساختن جمهوریت ملی و مستقل، برای تنتنه غایه عالی اتحاد ملت ترک و اسلام. با این امیر عالم خان دخلی ندارد. داماد امیر هم اگر از تحت دلش پرسید، برگشته آمدن پدر عروس خود را نمی خواهد، بلکه می خواهد که خودش به تخت سلطنت جایگیر شود. میلش هر چی فکر کنند کردن گیرند. در لحظه حاضره از همه و از هر واسطه استفاده بردن لازم. بعد حسابی کار یافت شده می رود. پیش از همه فیض الله خواجه را از میان برداشتن لازم است، گفت به گپش دوام کرده عبدالرحمن خان. این وظیفه را من به خودم می گیرم. کی؟ پرسید نظام الدین و جواب را نشنیده علاوه نمود. گپ در همین که جدا جدا کشته شدن آنها چندان تأثیری درست نمی دهد. اگر مثلا گوییم در بین 2-3 روز خبری کشته شدن این و آن شنیده شود، در بین مردم واهمه می افتد و تأثیرش کلان می شود. این البته خوب می شود، لیکن که ها را از میان برداشتن لازم؟ پرسید محمد ولی. روی خط هست، گفت غلام جان. به فکری من به روزها دست کافتن لازم نی. اگر یگان تایی آنها را، مثلا کویبشف را، از میان برداشتنی شویم، اولش این کاری آسان نیست، ثانیاً به آروخانه چوب خستگی بر این می شود. روزها یک باره به پا خیسته در پی ما می افتند. از این روی خط نامی روزها را کور کرده فقط بلشویک های محلی را ماندن لازم. مثلا حیدرقل را، کریم را، عصا را به قطاری اولین ها ماندن لازم. فیروزه و نسیم را هم، گفت نظام الدین. به این تکلیف ها همه راضی؟ گفت داماد خواجه. پس حیدرقل را، کریم را، عصا را کی به گردن می گیرد؟ کریم و عصا را من نیست می کنم، گفت محمد ولی. حیدرقل را من، گفت غلام جان. نباشد فیروزه را هم محمد ولی گیرند، گفت نظام الدین، زیرا که عصای و فیروزه زن و شو، اگر در خانه اشان این کار اجرا شود فرق ندارد. میلش، گفت محمد ولی. نسیم جان و رئیسی چیکه را من به عهده می گیرم، گفت نظام الدین. این هر دو را از میان برداشتن خیلی مشکل، ولی تأثیرش کلان می شود. من از خودی همین روز به کار سر می کنم، گفت داماد خواجه. نصیب باشد در بین 2 روز تا بار دیگر جمع شدنمان وظیفه را ادا می کنم. نه، گفت نظام الدین.
به این کاری مسئول و پر اهمیت این طور سهل نگاه کردن نمی شود. من می دانم غضب و کینه جناب عبدالرحمن خان از حد زیاد است، لیکن سراسیمه شدن لازم نی. تیاری دیدن خوب است. هر طرفی کار را پخته کرده روزی سه‌شنبه در مجلس هر کدام از کار خود عرض کند و پس از پسند شدن کارش را به اجرا رساند. این فکرتان درست، گفت غلام جان مخصوم. دیگران هم فکر نظام الدین را معقول یافتند و داماد امیر دندان به دندان مانده بازاری نو در فاصله بین ریگستان و لب حوض دیوان بیگی در قریبی مدرسه ترسنجان و مسجد اتاریق واقع شده بود. در بازار 2-3 کوچه کوتاهی رسته بالا پوشیده 10-15 دکان بقالی، عطاری، قنادی و غیره موجود بود. هر پگاهی در صحن مسجد اتاریق که از یک بری آن راهی کلانی سنگ فرش گذشته می رفت، بازاری شیر و قیماق می شد. شاید برای همین بازاری شیر و قیماق در رو بروی صحن مسجد در آن طرفی راه یک سرایچه برای خربندی ساخته بودند تا که دهقانهای شیر و قیماق می آوردگی خر و اسب خود را به آنجا بندند. و خواجان موزدوز در همین سرای سرایبانی می کرد. در درون دروازه سرای که بالا پوشیده بود، در بالا یک خانه و شبگه بود. کتی بلندی تختگی گذاشته شده و بروی آن کت یک نمد سیاهی کهنه و یک کورپچه و بالشت چرکین پهن شده بود که بقاجان پاهای خود را به پایان دراز کرده بروی آن می نشست و با مردم معامله می کرد. کاری اساسی وی از سحری بر وقت تا به نیم روز دوام می کرد. بعد سرای از خر و اسب خالی می شد. دیگر فقط گاه گاهی اگر یگان مسافر اسب و اولوی خود را نبندد، همیشه سرای خالی می استاد. آن بیگاهی نیز در سرای خری یا اسب نبود. بقاجان تنها به بالای کت بالشت را به زانویش گذاشته و به آن آرینجی هر دو دستش را مانده منهش را از بین کفهایش نگاه می داشت. چشمانش ره می دیدند و خیالات منظره های گوناگون را به پیش چشم او زنده کرده می آورد. آن روز بیگاه می شد. از کوچه کلان هم گذرندگان کم می شدند و به پرواز خیالاتی او خلل دهنده نبود. فقط چرچرکی در کنج کدام دیواری نشسته یک زیل چرچیر می کرد که این به بقاجان خلل نمی داد. وی به آن عادت کرده مانده بود. همین که اطراف خاموش شد، آواز چرچرک بر علایینه شنیده می شد و این آواز مهین و یک نواخت دامن خیالات بقاجان را تا رفت وسعت می داد. همین سرای، همین دروازه کلانی سرای، همین راه سنگفرش و صحن مسجد اتاریق هم به وی از گذشته نزدیک نقلها می کردند. بله، همین دیر و زکک بود که وی بقاجان موزدوز در دست 5 تیره، به میان قطار وزنه، به سر کلاهی نوکتیزی عسکری از طرف لب حوض تازان در قطاری دیگران به بازاری نو آمده رسیده بود. عسکرهای مغلوب گشته امیر اساساً گریخته شهر را خالی کرده باشند هم 3-4 به غارتگری مشغول شده، ماندگان
گریخته ایستاده تیرپرانی می کردند و گاها حتی به پیش رفتن اسکرها خلل هم می دادند. اینک در بازار نو هم 3-4 نفر از غارتگران تیرپرانی کرده سخت مقابلت نشان دادند. وی بقاجان نغز در خاطر دارد. با 3-4 نفر از طرف حوض عطاریق گذشته به صحن مسجد عطاریق برآمد و خواست که دشمن را از قفا زده نیست کند. ولی در آن دم به ناگاه از طرف ریگستان هم 5-6 نفر اسکران اسپکی امیر پیدا شدند و آنها را به زیر تیرباران گرفتند. آنگاه بقاجان با رفیقان خود همین سرای را به خود سنگر کردند و دیوارهای آن را که به طرف کوچه ریگستان بود زده سوراخ کرده سربازهای امیر را به نشان گرفتند. 2 نفر از غارتگران به زمین افتادند، دیگرشان به طرف ریگستان گریختند. تا به این دم شریکان آنها بازار نو را هم از سربازان امیر تازه کرده رسیده آمدند و سوی ریگستان به هجوم رفتند. بقاجان و شریکان او نیز از سرای برآمده به همان سو تاختند. بین بازار نو و ریگستان آنقدر هم نزدیک نبود، ولی آن روز بقاجان چنان سرگرم جنگ شده بود که این مسافه را ندانسته ماند. اما در ریگستان با اسکرهایی که در ارک روز شده مانده بودند سخت جنگ رفت. بقاجان از خمگشتی مسجدی پاینده می پراند. سربازهای امیر از بالای ارک جایهای خیلی خوب و مناسب را اشغال کرده می پراندند. در پایان اسکرهای سرخ را دود، آتش و باران تیر تهدید می کرد. رسته و دکانهای آن گرد و اطرافی که بقاجان ایستاده بود می سوختند. دیدن و نشان گرفتن مشکل بود و بنابران جنگ به طول انجامید. ناخواست آوازی اورا بلند شد و اسکران سرخ به باران تیر اهمیت نداده خود را به تختپول و دروازه ارک زدند. بقاجان هم دوید و با تمام قوتش اورا می گفت، لیکن تا به تختپول رفته رسید و بالا برآمدن نتوانست. به زانویش چیزی آمده رسید و وی چپه شده افتید. در عین افتادن به بازویش هم تیر رسید و او از هوش رفت. چشمش را گشاده خود را در درون مسجدی پاینده سرش را به زانوی یکی از رفیقانش دید. کرته و شلوار او را در رانیده زخمهایش را می بستند. نه بقا، گفت مردی روسی که زخم او را می بست. هیچ گپ نه، صحت می شد. الهی صحت شوم، گفت بقاجان. الهی پس از همین قدر زحمت و عذاب، پس از همین قدر امید و آرزو صحت شده خیزم و از نعمت آزادی که جنگیده به دست در آوردیم من هم بهره‌مند شوم. دنیا همین طور نیرنگ ها دارد. تشنه لب را به کنار آب زلال می رساند و در دم لب تر کردنش یک عمری محروم می کند. شبی پرعلم را کس با 100 مشقت به روز می رساند و برآمد آفتاب را ندیده از حرارت حیات بخش او بهره نبرده جام می دهد. به 100 امید و آرزو باغبان گل می پرورد، ولی می شود که غنچه مرادش نشکفته خودش به زیر خاک می رود. چرا؟ بقاجان یک عمر از مهنت حلال خود نان می خورد. به حق کسی خیانت نکرد، مال کس را نخورد، ولی چی سبب باشد که او را فریب دادند، به حق او جبر کردند، او را سرگریز کردند. وی دید که نمی شود، به سنگ زن سنگ شکن شد. درست کرد، بجا کرد. حق و حقوق را از دستی ظالم زده گرفتن لازم. حالا بقاجان با یاری همه دوستانش
با یاری عسکری سرخ امیر را زده گریزاند. نخواد که اکنون نعمت آزادی را نچشیده جان دهد. نه، ایوان گفت که صحت می شوید. باید وی به خواجان صحت شود. باید صحت شود. به خواجان را به بیمارستان حربی بردند، طبابت کردند. به خواجان صحت شده به پا برخاست. از بیمارستان به کوچه های بخارای آزاد قدم گذاشت. چطور ناز، چطور فرح فضا بود آن روزی تیر ماه. آفتاب بیدریغ نور می پاشید. شعله وی سوزان نبود، به کس می فارید. شماری فارم وزیده بیرق‌های سرخ انقلابی را که به بالای دروازه ها و تاق و پیشتاق ها زده شده بودند می جنباند. در کوچه عکس الانقلابچی ها، آدمان امیر، سربازهای وی نبودند، بلکه یاشها، جوانها خرسند و شاد شرق خانان می گشتند. وی سراغ و پی کرده به اداره کویبشیف رفت، زیرا که او را می شناخت. در سمرقند و کاغان کویبشیف با وی چند بار صحبت کرده بود و از غلبه انقلاب مژده داده بود. وی باوری داشت که کویبشیف او را فراموش نکرده است، البته به وی یاری می رساند. در حقیقت همین طور هم شد. کویبشیف بر این آدمی کلام، سفیر حکومت شورایی روسیه فرستاده لینین در بخارا، او را به کابینتش قبول کرد. بروی کرسی ملایم تکلیفی نشستن کرد، چای داد، احوال پرسی کرد. پس از شنیدن سرگذشتی وی امر داد که از نام وی به حکومت نوی شورایی بخارا نویسند و التماس کنند که به او، یعنی به بقاجام، یاری دهند. برای آسودگی او همه چاره ها را بینند. حکومت بخارا امر داد که از کرمینه زن و دختری او را کوچانیده بیارند. به کدام یک اداره فرمود که به وی از حوله های مصادره شده یکی را بدهند، اسباب و انجام بدهند و باز به کدام یک اداره امر داد که به وی یگان کاری به خودش مناسب و سبکتر را یافته دهند و نیز فرمود که از حساب حکومت به وی 1,00,000 سوم یاری دهد. در دنیا هر خیل آدم ها می شوند: نقص، گنده، ظالم، مظلوم، حق مردم خور و عادل و به انصاف. رحمت به عزیز کویبشیف که او را فراموش نکرد، به وی یاری داد، براه انقلاب خون ریختنش را به نظر گرفت. به جای وی اگر یگان بی انصاف می شود، اولش به کابینتش قبول نمی کرد. من به هر لیت لعله به گپ زدن نشستن وقت ندارم می گفت. بعد اگر قبول کند هم من تو را نمی شناسم. در جنگ انقلاب هزارها کس بودند، با من گپ زدند، مگر هم مرا در یاد می داری می گفت و اگر زور همت کند 1 سوم اعانه می کرد و بس. حوله نقص دادند، نه خورد نه کلام، اسباب و انجام روزگار را هم دادند. زن و دختری او را کس مانده آوردند و گویا اولین بار در عمر خود راحت عائلوی را دید. به هیچ کس محتاج نبودند، از هیچ کس قرضدار نبودند. در خانه‌شان همه چیز به قدر حال بود. шунавандагони азиз, шумо гуфтори панҷумро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.